روزی ما الله میده 99% نمی 100% الله روزی میده. یعنی تا نیک بگم 99% روزی را الله میده، 1% دیگه هم پدر و مادر و کاکا و همسایه. نه 100% الله متعال میده. و به خاطر میگه الله نخواد دنیا جمع بشه برای ما شما یک قطره آب و یک لقمه نان داده نمیتونه. لکن همین روزی را الله متعال چیکار کرده؟ همین روزی را الله متعال به زحمت و به کار و به کسب و به تلاش و دیگه گذاشته. هر کسی که همین راه بگیره پیش میره. حفاظت از ما را الله متعال 100% خود میکنه. همین که همین حال ما و شما نفس میکشیم الله نفس میده. اگر الله نخواه همین حال ما شما هم ما و شما ممکنه یک ثانیه دیگه زنده نمونیم. و اگر الله نخواه هیچ کاری کردن، لکن الله متعال برای می چیکار کرده؟ وسایل آفریده. یک کسی کار در بزنه به قلب خود میموره. همین کار وسیله کشتن اونه. یک کسی زهر بخوره میموره. یک کسی به عنوان مثلا تفنگ مرمی بخوره میموره.